شرایط سفر ارمنستانمون رو براتون توضیح بدم. اولا که تاریخ سفرمون شده 29 دسامبر تا 1 ژانویه. پروازمون قشم هست. ساعت رفت ساعت 4 بعد از ظهره که اصلا صبح پرواز نداره به سمت ارمنستان، یعنی 8. برگشتمون هم 7 غروبه، یعنی شب سال نو اونجاییم. فرداش ساعت 7 عصر برمیگردیم. مدت زمان سفرمون 3 شب و 4 روز هست. هتلمون هتل 4 ستاره بیس وسترنه که نزدیک به میدونیه که شب سال نو رو جشن میگیرن. روز اول که خب قاعدتا غروب میرسیم و با ترانسفر میریم به سمت هتل استراحت میکنیم و شب میتونیم از فضای شهری و کریسمسی اونجا لذت ببریم، رستوران بریم، کافه بریم. روز دوم یه گشت داریم، تور شهر اچمیادزینه و گشت شهری ایروان که بعد از صبحونه ها هم رو هتل با تور هستش دیگه. بعد از صبحونه حرکت میکنیم به سمت شهر مذهبی اچمیادزین که مرکز روحانیت ارمنستانه و یکی از قدیمی ترین کلیساهای مسیحی جهان به اسم اچمیادزین میگن که اونجاست. بعدم برمیگردیم برای گشت شهری، میریم مجسمه مادر رو میبینیم، میدان جمهوری میریم، خیابون شمالی و اپرای ایروان رو میبینیم، کاسکاد میریم یا همون 1000 پله. بعد میریم بازارچه ورنیساژ که بازارچه سنتی و قدیمی اونجاست، میتونیم خرید کنیم و سوغاتی بخریم. بعدش هم که دوباره غروب و برمیگردیم سمت هتل، استراحت، زمان آزاد برای خرید، کافه، رستوران یا بار رفتن. روز سوم هم دوباره بعد از صبحونه میریم به سمت شرق ایروان، معبد گارنی و صومعه گقارد رو میبینیم. روی این تور یه بعد نهار هم داریم، ماهی کباب ایشخان کنار آب شیرین آزاد و تست شراب و کنیاک ارمنستان هم داریم، یعنی کارخونه شراب و کنیاک میریم اون روز. و بعد اون شب دیگه جشن سال نو میدون میریم جمع میشیم و بعدش هم سعی میکنیم که یه جایی رو رزرو کنیم، یه رستورانی یه جایی رزرو کنیم که بعد از شب سال نو یه برنامه‌ای هم داشته باشیم. و فرداش هم که دیگه روز استراحت و خرید، هر کسی هر کاری که دوست داشت میتونه انجام بده و ساعت 7 عصرش هم برمیگردیم به سمت ایران. این دو تا گشتی هم که براتون گفتم، گشت اچمیادزین و گارنی، دو تا گشت جدا از هزینه تور، آپشناله، یعنی انتخابیه. میتونید جفتش رو شرکت کنید، میتونید یکش رو شرکت کنید، میتونید مثلا شرکت نکنید. ولی خب اگه شرکت نکنید تایم خالی براتون میمونه. به نظر من واقعا میارزه و جاهایی که داریم میریم هم قشنگه، میارزه که جفت این گشتا رو شرکت کنید و ببینید. خوبی تورمون هم اینه که یه جمع کوچیک پرایوت صمیمی هستیم با هم دیگه، آدمایی که خیلی خوش سفرن و کنارشون خیلی خوش میگذره، اون سفر بیشتر خوش میگذره. و اینم باید بگم که در حال حاضر 5 نفر ظرفیت خالی داریم و بلیط پروازمون هم باید بخریم کم کم، چون داریم به زمان سفر نزدیک میشیم. اگه دوست دارین که تو این سفر کنار ما باشین، زودتر تصمیم بگیرین و به ما اطلاع بدین.